الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. عزیزان، الله را شاکریم که باری دیگر این فرصت نصیب ما شد تا دهه اول ذوالحجه بهترین روزهای الله متعال رو داشته باشیم. روزهایی که در این روزها کار نیک در نزد الله متعال از همه اوقات دیگر، از همه روزهای دیگر سال بهتر هست. این فرصت طلایی است که خداوند متعال برای مایی که در رمضان کوتاهی کردیم، برای مایی که در زندگیمون دچار یک تغییر و تحولاتی میشیم، دچار کوتاهی ها لغزش ها میشیم، خداوند متعال همچنین موارد رو به ما میده. در واقع یک آموزشگاه 10 روزه فشرده تا در این 10 روز ما مشغول طاعت و عبادت باشیم. طاعت و عبادت از اذکار و دعاهای صبح و شام و تلاوت قرآن گرفته در روزه و عبادتهای نماز و گرفته تا موارد منفعت عام، هر چیزی که هر عبادتی، هر عملی که در اون فایدهش به دیگران برسه و بیشتر مردم برسه، اجر و پاداشش بیشتره. همه عزیزانی که میخوان صدقه جاریه‌ای برای رفتگانشون داشته باشن، همه عزیزانی که میخوان یا میدونن که فلان جا یک کسی هست که گره کوری در زندگیش هست، همه عزیزانی که از دردمندی اطلاع دارن، در این روزها بهترین فرصت هست که بروید گره های مردم رو باز کنید، بروید دردمندان رو دلجویی کنید، بیماران رو عیادت بکنید، بروید و به هر صورتی که شده خدا رو از خودتون راضی کنید. همه عزیزانی که مشکلی دارن با خویشاونداشون، با برادراشون، خواهراشون، پدر و مادر و عزیزانشون، برن اینها رو حل بکنند. عزیزی داری، هم کلاسی، هم دوستی عزیزی باش مشکلی داری، برو الان فرصته که این مشکل رو برطرف کنی و پیش خدا خودت رو عزیز بکنی. عزیزان، این روزها روزهای ابراهیمی بودن هست، روزهایی که در این روزها پتک برداری و هر چه بت هست در جلوی رود، همه بت هایی که جلوی رود سبز شده همه رو بشکنی. همه قبر پرستی ها، امامزاده پرستی ها، تعلق پیدا کردن به غیر الله رو، همه اینها رو بشکنی. پیر و فقیر و نمیدونم تعویذ نویز و رمال و هر جونه از این به اصطلاح جانورایی که هستن که جامعه رو میچاپن، از اینها دوری کنی و با پتک ابراهیمی بزنی، هر چه بت هست بشکنی. این روزها روزهای انقلابی است، روزهای ابراهیمی شدنه. در این روزها هر کسی از ما اسماعیلی داره سر ببره. هر چیزی که تو رو به خودش وابسته کرده، از خدا و از ارزش ها تو رو دور کرده، هر چیزی که باعث شده به اون دل بسته بشی، برده اون بشی، اینها رو باید بزنیم، دور بشیم. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه خاک به سر اونهایی که بنده مال و ثروت هستند، اونهایی که بنده لباس هستند، یعنی مدگرایی. همه عزیزانی که دنبال یک مدی راه افتادن، حالا این مد لباس باشه، کفش باشه، موی سر باشه، هر چی باشه، این روزها روزهایی هست که مدها رو بشکنید. اینه که بیایی نمیدونم ابروهاتو برداری، بیای بینوتو عمل کنی، نمیدونم فلان هزار یک بلا سر خودت بیاری. به خاطر چی؟ به خاطر چشمهای مردم. این روزها روزهایی است که برگردی به خودت و یاد بگیری که نه، من بنده الله متعال هستم، از بت پرستی و مد پرستی و مال پرستی و از اینها خودم رو میکنم و میشم بنده الله متعال. این روزها روزهای سبحان الله، الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر هست. روزهایی که بزرگی و عظمت الله رو جلوی رویمون داشته باشیم و خدا رو از همه این نقائص و بدیها و چیزایی که تهمتی هایی که به خدا زدیم، امامزاده پرستی و قبر پرستی و نمیدونم رسیدن به الله از راههای این و اونها، از راههای دزدان سر گردنه، از راههای کسایی که خودشون رو به عنوان مردان خدا و نمایندگان خدا روی زمین گذاشتن، از اینها دور شدن و رابطه رو با الله متعال رابطه مستقیم کردن هست. این روزهاست. پس عزیزان، این روزها رو قدر بدونیم و از الله منان تمنا داریم که به همه ما توفیق بده تا بندگان شایسته و نیکش باشیم در این روزهای عزیز و روزهای عزیز در پیش الله ذوالجلال. الهی آمین.